موضوع دیگر، رادیو آزادی جزئیات پرونده 4 کارمند میلیسه شهر خوجند را به دست آورد که به شکنجه یک بازداشت شده گمان بر هستند. معاون سردار شعبه کارهای داخلی خوجند و 3 زیردستش با آن متهم می شوند که نعمت اشرف را بازداشت کرده در وقت بازپرسی عذاب دادند. همکارم مولا رجب یوسفی موضوع رو پیگیری کرده. برای صحبت بیشتر همراه ماست. مولا رجب سلام. 1 ماه پیش ما درباره بازداشت این کارمندان میلیسه خبر داده بودیم، اما جزئیات پرونده معلوم نبود. حالا چی تفصیلاتی به دست آمده است؟ سلام مومن و درود بینندگان عزیز. به گزارش ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه که به دست رادیوی آزادی رسید، 22 فوریه امسال کارمندان میلیسه شهر خوجند 1 نفر با نام نعمت اشورمتov را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت می‌کنند. با گزارش ائتلاف کارمندان میلیسه در داخل بینای شعبه کارهای داخلی شهر خوجند اشورمتov را شکنجه کردند. 5 روز بعد بازداشت دادستانی در ارتباط با لطکوب اشورمتov پرونده جنایی باز می‌کند. تشخیص طبی دادگاهی نیز در بدن بازداشت شده 23 آثار ضرب‌العطر را نشان داده است. دادستانی سوخت برای شکنجه این بازداشت شده نسبت به 4 کارمند پلیس شهر خوجند با اتهام بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی پرونده جنایی باز کرده است. از اینها یکیش با نسب نرزالله زاده معاون سردار شعبه کارهای داخلی و 3 تن دیگر زیردستان او بودند. 3 کارمند میلیسه به اطلاع دریافتی ما بازداشت شده، یکیش فرار کرده است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت ماه اوگوست امسال گفته بود به ضد این کارمندان میلیسه با اتهام قلابی هم پرونده گشودند، اما دادستان جزئیات نداد. مولا رجب، تفتیش این قضیه به کجا رسیده است؟ در دادستانی ولایت سوخت و هم ائتلاف ضد شکنجه به رادیوی آزادی گفتند که تفتیش این پرونده ادامه دارد. ائتلاف ضد شکنجه که از چند سازمان حامی حقوق عبارت است، برای حمایت بازداشت شده نعمت اشورمتov وکیل دفاع جدا کرده است. نمایندگان ائتلاف گفتند که ادوکات درخواست کرد که رفتار 4 کارمند میلیسه نه با اتهام برآمدن از حد وکالت خدمتی بلکه با بند شکنجه بررسی شود، اما این درخواست رد شده است. تشکر مولا رجب. سازمان ملل در گذشته گفته بود که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه می‌کنند و دادگاه‌ها نیز اعتراف را به اینابت می‌گیرند.